بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی آمد درباره شب قدر که چی تاریخ دارد و چی معنا دارد. شب قدر دوستان عزیز این شب نزول قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم در غار حرا هست و درباره چی معنا داشتن آن علما اختلاف نظر دارند. یک طایفه میگویند که معنای قدر این با قدری و با شرفی و با عظمت است، به معنای اون که فرشته با قدر و با شرف جبرائیل به پیامبری با قدر و با شرف محمد علیه السلام این کتابی با قدر و با شرف را در همین شب نازل کرد. یک طایفه دیگر میگن که معنای قدر این عظمت و بزرگی این شب است. یک گروه دیگر میگن در سر اونها ابن عباس رضی الله عنه هستند که ابن عباس میگن که این شب برای آن قدر نامیده شد که در این شب تقدیر بنده ها از لوح المحفوظ به آسمان دنیا فراورده می شود و فرشته هایی که موکل به تقدیر بنده ها هستند و تدبیر امور دنیا هستند از آن باخبر خواهند شد درباره باران و برف و برآمدن آفتاب و دیگر آفت های طبیعی که خواهد شد یا نشد، زمین جنبی، اجل انسان ها، مردن، زیستن، خیر، نیکی، رزق و همه چیز. بنابراین در این شب مستحب است که انسان برای خودش رزق فراخ پرسد، نیکی پرسد، خیر پرسد و برکات دنیا و آخرت را از خدای تعالی مسئلت کند. و چهارم قول دیگر از خلیل ابن احمد فراهیدی عالم زبردست زبانشناس عرب آمده است که میگوید معناش این تنگی هست، یعنی آسمان و زمین برای فرشته ها تنگ میشد، آنها چنان به زمین فرو میریزند که در زمین جای نمیموند تقریبا که فرشته نباشد. این را حدیثی امام احمد نیز تأیید میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که در اون شب فرشته ها میفرایند و عددشان مثل عددی ریگ بسیار است. چیزی نباشد همین چهار معنا به هم خیلی نزدیکند و به هم گوییم که یک نمود تداخل دارند و به هم یگان تضاد ندارد.